طبق نقشه چهاربینی‌های تحریزی شده، امسال ملاقات رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت با دانشجویان شعبه‌های روزانه مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی مرکزی ولایت از سنه 8 اپریل آغاز گردیده تا آخر همین ماه ادامه خواهد یافت که آن در تالار مؤسسه دولتی قصر جوانان به نام لایق شیرعلی شهر خوجند جریان دارد. سنه 17 اپریل مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استرافشان ملاقات رئیس شهر را با دانشجویانی که از این منطقه اگروصنعتی در مرکز ولایت تحصیل دارند دایر نمود که آن در فضای روح بلندی و بالید خاطری طالب علمان آغاز ادامه یافت. زیرا دانشجویانی که دیروز در مکتب‌های تحصیلات همگانی تحصیل داشتند امروز امکانیت پیدا کردند که همچون جوانان آینده ساز با رئیس شهر عاید به مسائل مختلف ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق شهر و دهات استرافشان گفتگوزار به عمل آورده در بهداشت منبع آن تکلیف و پیشنهاد به میان آورند. در این واخوری احساس کرده میشد که جوانان با درک مسئولیت بر روند اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ و معارف، ورزش، بنیادکاری و آبادانی ها مراغ ظاهر نموده اندیشه خاصه دارند و تکلیف پیشنهادی در دل داشتهشان به رئیس شهر بیان کرده شد. همزمان رئیس شهر استرافشان همه تکلیف و پیشنهاد به میان آمده را قابل قبول دانسته در این سمت از نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استرافشان یاد رست و همزمان اظهار باوری کرد که دانشجویان بعد ختم دانشگاه و صاحب تخصص گردیدنشان در ساحه‌های مختلف شهر و دهات استرافشان به فعالیت آغاز کرده در رشد و نمو کشور سهمی باسازی خواهند گذاشت. من پس از ختم مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 5 به نام ابو عبدالله ردکی شهر استرافشان با طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به طریق بودجت به فاکولته پسیخولوژی و تحصیلات تا مکتبی داخل گردیدم. با دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان برای ما دانشجویان تمام شرایط‌ها برای دانش گرفتن مهیا گردیده است. پس از ختم دانشگاه من در زادگاه خود یعنی شهر استرافشان رفته به حیث مربیه در کردستان‌ها کار و فعالیت می‌نمایم. باید تذکر داد که طبق معلومات بررسی گردیده سالی سپری شده به مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی مرکزی ولایت از شهر و دهات استرافشان 1695 نفر داخل شدند و همزمان 16 نفر طبق کوته پرزیدنتی به این مؤسسه‌ها قبول گردیدند. یعنی امروز شماره بیشتری جوانان را شوق و رغبتشان به ادامه دادن تحصیل، صاحب کسب و صاحب تخصص شدن است که این هم خود پدیده نیک و قابل قبول و دستگیری است. در نوبت خود جلب جوانان ختم کرده مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی برای فعالیت ثمره بخش به ساحه‌های مختلف مهیا نمودن شرایط مساعد کاری، هوسمندی و دیگر چاره‌بینی‌های پیشبرنده که جوانان خود را در حقیقت آینده دولت و ملت حس کنند از عامل‌های محسوب می‌یابد که به تربیت جوانان همچون آینده ساز دولت و ملت زمینه واقعی خواهد گذاشت. مقصد از برگزاری چنین ملاقات‌ها در آن است که شناسایی از وضع زندگی دانشجویان و شنیدن عرض و پیشنهادهای آنها به حساب می رود. ما جوانان بعد ختم دانشگاه به زادگاه خود به شهر استرافشان البته برگشته همچون متخصص ساحه ورزیده خود در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق خدمت می نماییم. یادآور میشیم که در ملاقات با دانشجویان استرافشانی معاون رئیس ولایت نیز شرکت ورزیده ضمن سخنرانی از دستور هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عاید به تربیت جوانان در راهی و تندرستی و بنیادکاری یاد رس شده اظهار داشت که در این سمت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت با جانبداری پوره از سیاست انسان دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فعالیت خود را به راه مانده است. در آخر ملاقات به 200 نفر دانشجویان فعال همچنین از عائله‌های کمبزات و یتیم کمک یک وقتی پولی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استرافشان سپاریده شد.